دوستانی عزیز، میخواهد که در یک ماه زیاد از 100,000 روبل کار کنید. در شرکت اتمی کار آسان شده است و اولیگ زیاد شده است. در این شرکت خرید و فروش نیست. نمیخرید و نمیفروشید. فقط دو دوگانتون به کار دعوت میکند ای در 6 ماه یک بار خرید میکنید. همه سکرتای کار به شما اپای موضوعه نشان میدهد و поддержка میکند. خورسندی روزی دیگر خاموش شد به صدا از سامانه‌های اینترنتی پاک کردن صحیفه‌های شخصی. میدونید گپ درباره کی میرود؟ شفتالوی گپ فرهناز شرفов است که پس از یک روزی خانه دور شوید تمامی سایت‌های اینترنتی خود را پاک نموده همگی را مات و بهبود گردانید. هنوز چی شده باشد؟ میشمیش‌ها بودند که او بعد ازدواج پورا ترک صحنه میکند، پورا از اینترنت میرود، دیگر به توی معرکه‌های مردم نمیرود، دیگر ایجادی تازه نمیکند و دری صنعت را برای خود محکم میکند. نخود این شنیده ها اساس داشته باشند، نخود دیگر فرهناز زیب محفل ها را روی صحنه نمیبینیم. نه این خیلی نادرست است. محبت و عشق هنر را در دل تماشابین مثل دانه گندم ریشه دواندی و ناگهانی و بخط و خبر ترک صحنه نمایی. شما چی نظر دارید؟ داماد زور برآمده باشد یا بعدی توی اندیشه ها دیگر شد و بانو فرهناز را زندانی خانگی نمود؟ نه، باور نکردنی است. فرهناز شرفov و شاید دیر یا زود برای صحیفه های خود را از اینترنت پاک نمودنش شاید جواب گوید. نگفتن دوستانی عزیز، میخواهد که در یک ماه زیاد از 100,000 روبل کار کنید. در شرکت اتمی کار آسان شده است و اولیگ زیاد شده است. در این شرکت خرید و فروش نیست. نمیخرید و نمیفروشید. فقط دو دوگانتون به کار دعوت میکند ای در 6 ماه یک بار خرید میکنید. همه سکرتای کار به شما اپای موضوعه نشان میدهد و поддержка میکند. مرحمت مراجعت کنید.